سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از بازی گیاهان مقابل زامبی ها. امروز گیاه ریپیتر رو میگیریم و مراحل رو به خوبی طی میکنیم. بریم سراغ مرحله 17. میگه بعد فقط 14 تا گیاه بکاریم، از این بیشتر مجاز نیستیم. این گیاه هایی که پس زمینشون رنگشون زرده، اینا رو از زنگاردن، همون به گیاه ها آب بدین رشد کنن، پلنت پاورشون وقتی تو زمین میذارین فعال میشه همون درجه. اینا رو میگیرم و بریم. دیدین؟ اما فقط 12 تا گیاه دیگه میتونم بکنم. نه تا. از پیشودر استفاده میکنم. و تو این مدت هم که ویدیو نمیگرفتم ایونت های بازی رو انجام دادم و باعث شدش یه عالمه لول اپ کنم گیاهامو که خیلی قوی شدن. مثلا پیشودرمو به لول 4 رسوندم. اینجا دیگه بومرنگ میذاریم. و دیگه سعی میکنیم تا ویو بعدی شروع بشه. این از سکه و این از خورشیدا. ها این زامبی داره نزدیک میشه. یخ میزنیمش. ها یک گیاه دیگه میتونم بکنم، پس اینو انتخاب میکنم. چون مثلا در مواقعی که تعداد زامبی ها تو بازی تو زمین زیاد شد بتونم از این کاهوی استفاده کنم. دیگه بقیه چیزام که نمیشه کشت. البته یه فکری دیگه هم میشه کرد، این که پلنت پاور رو به سانفلاور بدم، یه عالمه خورشید جمع کنم به اندازه کافی، بعدش هم سانفلاور رو بگیرم و گیاه های دیگه روش بذارم یا گیاه های دیگه جاش بذارم. ولی خب اینجا دیگه نیاز نیست. این از این مرحله. تعداد پلنت پاورهایی که میتونیم تو بازی استفاده کنیم از ظرفیت 3 به 4 تغییر کرد. یعنی ما 4 تا میتونیم پلنت پاور داشته باشیم. بله، مرحله بعد میریم. فکر کنم مرحله سختی باشه، از اونایی که خودش گیاه بهمون میده. این مرحله ها اینطوری هن که باید گیاه ها رو از قبل بکاریم همه رو. خب خوب، مشکل نیست دیگه. بعدش از خورشیدینام نمیتونیم استفاده کنیم. من اینجا ایونت ها رو انجام دادم و تورچ رو گرفتم. شما رو نگرفتیم مهم نیست، من استفاده نمی کنم دیگه. گیاه های همینا میگیریم دیگه، همین گیاه های اصلی و معمولی. و نکته جالبش هم اینه که وقتی این گیاهایی که پس زمینشون زرده رو استفاده کردیم فقط تو یه مرحله میتونین ازش استفاده کنین. دیگه مراحل بعد نمیشه. باید برای مراحل بعد دوباره از زنگاردن این گیاه رو بگیریم و رشدش بدیم. بقیه پیشوتر میذارم. پیشوتر نه، البته منجنیق بذارم بهتره. و آره والنات و آره دیگه همینا کفایت میکنه. ولی خب حالا برای اطمینان پیشوتر میذاریم، چون لولش رو خیلی بردم بالا و الان خیلی قویه. اینم از این.
بله. اینجا معمولا ویوای زامی خیلی بیشتره، ولی خب از پسش راحت برمیاد، کاری نداره. ببینیم مثلا من گیاه زندگاردن گرفتم. حالا این گیاه میتونه گیاهی به اون بده که سکه با میده، یا یکی از گیاهای اصلی باشه که پلنت پرورش همون لحظه فعال میشه. من این جلوها جایی که خالی مونده میخوام محافظه خورشید نداره هیچ، راستم این گیاه مشیه رو بذارم. این از این دیگه. آره گیاه هم راحت دووم میارم. این مرحله هم خیلی راحت میبریم. سرعت رو زیاد میکنم. اوه چقدر زیاد از این اومد، از این زامبیه که سپر شطوری دارن پشت سرم وای میستن. خیلی راحت اینا رو از بین میبریم و آره دیگه تموم شد دیگه، همین قدر. اینم پلنت پاور بهش بدیم. این مرحله هم بردیم. سکه گرفتیم و بله، برای اینکه ایونت ها رو بازی کنین که بتونی ازش گیاه های جدید یا سکه و اینا دریافت کنی و گیاهاتون رو ارتقا بدین، باید اینترنتتون وصل باشه. من پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدین، چون هم ایونت ها رو میتونین بازی کنین، هم جایزهای روزانه به شما میده. پس این خیلی مهمه. این مرحله هم تلفیق 2 تا چالش مختلفه که میگه از 16 تا گیاه نباید بیشتر بکاریم، میگه 16 تا گیاه باید بکاریم و گیاه هم تو نقطه های سبز نباید بکاریم. خب راحته، چون اینجا یکم چون این زامبی مشعل داره اینجاست، من از این کبیجه استفاده نمی کنم. همین پیشوتر که نمیخواد. بومرنگ خیلی اینجا مهمه، آیسپگلوتوس و والنات هم میگیریم حالا برای اطمینان. با همینو دیگه پیشوتر هم میگیرم. شروع میشه. اول یه ردیف گلمون رو کامل میکنیم، بعدش میریم سراغ بومرنگ و بقیه گیاه ها. این آسفگلوتوس هم جلوی این زامبی میذاریم تا برامون زمان بخره. اینجا استثناءً نه هیچ، خواستم پیشوتر بذارم چون لولش خیلی بیشتر بود، قوی تر شدهش نسبت به اون منجنیقه و هیچ دیگه مهم نیست. پشون شد. این هم یخ میذاریم بزنه. اینجا تو این مراحل بهتر یکم سریعتر کارمون رو پیش ببریم. از این بومرنگ میذاریم و یه دونم از این، یه دونم بومرنگ اینجا میذارم. این هم که خب این راحت میبیره، چیز خاصی نیست. خورشیدا رو جمع میکنیم و این گیاه هم میذاریم اینجا موردش و این هم از ردیف بومرنگمون تکمیل شد. حالا منجنیقا رو باید بذاریم. این کلوستری هم اومد اینجا، باید حتما یک گیاه دیگه بذارم یا از این پاور استفاده کنم، پلنت پاور. خب این از این ردیف منجنیقمون که تکمیل شد و 3 تا ردیف کامل از گیاه ها رو چیدیم. این سراغ ویو آخر همین بود دیگه، تموم شد، بردیم. این از این
راحت و عالی. میریم سراغ مرحله بعد. آها، به ما گیاه ریپیتر رو داد. ریپیتر که مثل همون پیشوتره، فقط در آن واحد 2 تا گلوله شلیک میکنه. 2 تا لوبیا بهش میگن. حالا گیاه کاربردیه، ولی خب خورشیدی که بعد برش استفاده کنین هم 2 برابره. اینجا بعد مراقب باشیم گلا رو از بین نبرن زامبیا. باشه. خوبی این مراحل اینه که خودش همون اول گل میذاره، کارمون راحت‌تر پیش میره. یا آیسپک لوتوس هم که برامون گذاشته، اینو من نمیگیرم چون لبینم بسیاری داره لبینش تا چقدر بده. آها خب این خوبه، تا لول 3 رفت. میتونیم ازش استفاده کنیم. اونا که هیچی. میریم سراغ بازی. عالی شد. اینجا پس 2 تا ردیف گل میذارم که خیلی کارم راحت‌تر پیش بره. بومرنگ رو اینجا میشینم. اول این گیاه مشلدارا رو آوردن، دستشون درد نکنه واقعا. این از این. اون ته هم یکی داره میاد. باشه، این هم اینجا میذارم، این هم اینجا میذارم. اینجا خیلی راحت. آره قصد دارم این ریپیتر رو پشت بکنم همه رو. تقریبا 2 تا ردیف گلمون هم آماده است و یه دونه دیگه بومرنگ بذارم دیگه حله. این هم از این. عالی. اشتباه چیدم، اشکال نداره. ها اینجا باید یکی بذارم. اینجا فکر کنم بمیر راحت. امیدوارم. آره هیچ نابود شد. آها دقت کرده باشین این ریپیترم الان به جای 200 خورشید الان به 175 شد نیاز داره. کلا گیاه ها رو وقتی لول اپ میکنین یکی از ویژگی های خوبشون اینه که باعث میشه خورشیدی که نیاز داره تا استفاده بشه براش کمتر میشه. مثل همین ریپیتر که الان دیدیم خیلی راحت. سکه گرفتیم دیگه، چیزی نمونده که اون زمین رو تموم کنیم و گیاه توین سانفلاور که 2 تا گل آفتابگردون به هم چسبیده هستن رو بگیریم. آها خودش رو همون گذاشت. توین سانفلاور رو اینو با این هندونه ملون پولت. خب ببینم قبرخوار ببینم نیاز هست یا نه. بله نیاز هست. قبرخوار میگیریم. آیسپک لوتوس رو دیگه اون با همین کارمون راحت راه میفته. حالا تا اینا رو بگم، این گیاهی که بلالی هستش بعضی از ضرباتش کره پس میکنه که باعث میشه زامبیا یه چند ثانیه تو جاشون متوقف بشه. میذارم اینجا خیلی به درد بخوریم، مخصوصا برای زمین بعدی که اونجا بیشتر ازش استفاده میکنم تا شما ببینید چی کار میکنم. از این تا این زامبی ها نیومدن این قبر رو اینجا کامل کنم. اینجا گیاه خوبیه و این گیاه هندونه‌ای یا همون ملون پولت خیلی گیاه قدرتمندیه از این نظر که یه دونه ضربهش فکر کنم شعاع 3% رو تحت ضربه قرار میده و قدرتش هم خیلی زیاده. این هم میذارم اینجا، این هم میذارم اینجا. اینجا هیچی نداشتم. آیسپک لوتوس هم چی بشه؟ عالی.
به این بدین 2 برابر بهتون خورشید میده. اینم از این، اینم از این، اینم از این. آره عالی شد. اینجا باید یه دونه دیگه ملون بذارم و اطمینان، چون این تکی نمیتونه از پس این بر بیاد. اینم از این. کلی خورشید گذاشتم. اینم دیگه بذارم دیگه تکمیل شه. عالی. این ردیف هندونه هم کامل کنیم که دیگه هر کسی نتونه از اینجا رد بشه. با این همه گل 2 تا ردیف هندونه بذاریم به نظرم خیلی خوب میشه. ای وای حواسم نبود. دیدین این گیاه بلالیه کره پرس میکنم باعث میشه زامبیا سرجاشون بمونن یه چند ثانیه. حالا پلنس فابریک که به این میریم چیه؟ اینه. خیلی خوبه. و از اونجایی که این ملون پولت گیاه خیلی قدرتمندیه، خورشید خیلی بیشتری هم نیازه تا کاشی بشه. اینم خیلی خوبه. فکر کنم اول به ما شروعش مثلا بیشتر خورشید میده. آره یعنی 25 تا خورشید همون شروع بازی بیشتر میگیریم، یعنی به جای 50 تا فکر کنم 75 شده. در مراحل بعدی و ویدیوهای بعد به شما نشون میدم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه خوشتون اومد یا چیزی یاد گرفتین ازش حتما منو حمایت کنین، کامنت بذارین، لایک کنین و اگر دوست داشتین سابسکرایب هم بکنین. بدرود.